ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم 3، گفتار 49. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن زرفتگان ساختم، تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چه ره باختم. مؤلف. خواهمان خانه بیداد و ستم ویران باد، خواهمان محکمه جبر مزارستان باد، خواهمان تخت که شد باعث بدبختی ما، ریزه ریزه شده با خاک سیاه یکسان باد. خواهمان تاج که اشرتگه جلادان است، پاره پاره شده در زیر زمین پنهان باد. خواهمان زمره که امروز تحکم دارد، دست بسته بدری محکمه ها حیران باد. خواهمان مفتی و آن قاضی و آن شاه و وزیر، سرنگون گشته به خون خودشان غلطان باد. در شهر حولی شریف جان مخدوم. حولی شریف جان مخدوم در گذری چارخراس شهر بخارا بود که در بین مدرسه گاوکوشان و گذر غازیان واقع است. در قسم بیرونی این حولی یک خانه کلان رو به بالا به شمال بنا یافته بود. این خانه 11 بالاری دهلیز و مداندار بود که مهمانخانه به شمار رفته جای استقامت اساسی صاحب حولی شریف جان مخدوم هم همین خانه بود. دهلیز این خانه جای نگهداری اسباب و لوازم دسترخوان بوده، مدانش اساساً کتابخانه به شمار می رفت. در طرف شرقی روی حولی در پهلوی مدان یک خانچه پیشیواندار بود که در وی دادری شریف جان مخدوم غفور جان زندگانی می کرد. در طرف شمال روی حولی یک خانچه پستک آفتاب رویه بود که در وی خدمتگاران زندگی می کردند. در طرف غربی در پهلوی دروازه خانه یک ایوان عادی بود که در وی اسبان را در وقت تازه کرده زین زدنشان به طرز نمایش بسته می ماندند. در پشت مهمانخانه یک روی حولی وسیع ثاباتناک بود که اساساً اسبخانه به شمار می رفت و در طرف پیشگاه این روی حولی یک چاه آب شوری تلخنما بود که از وی برای شستشوی اسبان و آب زدن روی حولی فایده می بردند. در طرف شرقی حولی بیرون
حوری درون واقع شده بود که در وی چندین خانه بوده، در آنها مادری شریف جان مخدوم، زن و بچگانش و همشیرش هم خدمتگار زنان زندگانی می کردند. من در اولهای سال تحصیلی 1891 1892 در آخرهای ماه سپتامبر انا به همین حولی خدمتگار شده در آمدم. در اینجا غیر از من با 3 نفر خدمتگاری مردی نبود. کلانترینی اینها میرزا بدی نام داشت که یک آدمی میان قد و میان ریشی گندمگونی یک چشمه بوده، تخمیناً 30 ساله می نمود. میرزا بدی صاحب خط و سواد بوده، خطی میانه خانایی داشت. او خواهرزاده میرزا شمس الدینی دایی تخلص شاعر بوده، در خردسالیش در خانه او تربیه یافته است. میرزا بدی یک بیاض داشت که در وی بعضی شعرهای تقاییش دایی و بعضی شعرهایی که در خانه شریف جان مخدوم شنیده است با خط خودش نوشتگی بود. هرچند او ذوق شعر فهمی نداشته باشد هم با تأثیر تربیه‌گر خود دایی و خوجین خود شریف جان مخدوم در شعر جمع کنی جدیانه مشغولی می کرد. وظیفه میرزا بدی در خانه شریف جان مخدوم وکیلی خرجی زوخازی بوده. همه چیزهای روزگار، خوراکی و پوشاکی را او خریده تیار می کرد. دوم این خدمتگاران میرزا عبدالواحد نام داشته، یک جوانی گندمگونی خشک بدن بود که از من 1 سال کلان بود. او صاحب خط و سواد بوده، خط را در غایت خوبی می نوشت و در وقتهای فراغتش از درس و کار همیشه خط مشق می کرد. چنان که ما در آخر قسم 1 یادداشت‌ها دیده گذاشتیم، او به زیرکی و شعر فهمی خود از بودش زیاد بها می داد و 1 درجه به خود مغرور بود. وظیفه میرزا عبدالواحد در خانه شریف جان مخدوم اساساً خدمت کردن در مهمانخانه بود. او به مخدوم و به مهمانان وی چای کشیده می داد، دسترخوان پهن می کرد و می غنداشت و مانند اینها. سیوم عبدالکریم نام یک کسی بی خط و سواد بود که با لقب ایشانچه به او خطاب می کردند. او یک جوانی کوتاه قدی غلچه تخمیناً 25 ساله بود. او از دیهه رازمازی ریان وابکند بوده، مخصوصاً برای نگاه و بینی اسب سییسی از آنجا به خانه شریف جان مخدوم آمده است و وظیفه او نگاه و بینی اسبان بود. وظیفه من اساساً به همین 3 خدمتگاری مردینه یاری دادن بود. مهمانخانه و روی حولی را می رفتم. در وقت مهمانداری و عموماً برای مهمانخانه چای تیار می کردم. در وقتی دسترخوان پهن کنی آش و نان و چای و دیگر چیزها را به میرزا عبدالواحد می رساندم. در وقتی اسب شویی به سییس یاری می دادم و بعضاً تگی پای اسپان را هم سییس به من می رو بود. میرزا بدی از بازار هر چیز که بخرد من برداشته می آمدم. از غیر اینها من دستیاری حولی درون هم بودم. برای آتشدان هیزم شکسته می دادم. پاشا بیبی مادری شریف جان هر جا رود دسترخوان او را من برداشته می رفتم و برداشته می آوردم. در وقتهای برفباری بامهای این حولی کلان را با سییس من می رفتم و مانندی اینها. شریف جان مخدوم و همصحبتان او.
شریف جان مخدوم پسری دویومی دامالله عبدالشکور قاضی کلان است که او از بخارا بوده. پدر و برادرانش به کسب شستگری مشغولی داشتند و خودی عبدالشکور هم در خردسالیش چندی در این پیشه شاگردی کرده است. شریف جان مخدوم آدمی بلند قامت، سفید روی، میش چشم، خرمایی ریش بوده. در وقتی که من به خدمت او در آمدم 27 سال عمر داشت. شریف جان مخدوم در خوشخطی، خوشسوادی، شعر فهمی و معارف دوستی در بین ملازادگان بخارا قریب یگانه بود. عادتاً فرزندان ملاهای کلان بخارا به دولت و شهرتی پدر مغرور شده در خردسالی بی تربیه می ماندند و یا اینکه تربیه‌ای بد می گرفتند و در کلانسالی از هیچ گونه کارهای احمقی و بد اخلاقی خودداری نمی کردند و با وجود این به واسطه نام پدر به منصبهای کلان می رسیدند و بیشترینشان منصب خود را سوء استعمال می کردند. سبب همین بود که مردم بخارا در حق مخدومان لطیفه های غلطی بافتند و شعرها گفتند. یکی از آن شعرها این است: از 200 سرقند مخدوم ساختند، نکتدانها خورده می گفتند فچ. یا این که طرح عالم را چو می انداختند، از 200 مغزابه مخدوم ساختند. در بین این گونه مخدومانی کلان دانشمندان کم یافت می شدند که یکی از همان کمیاب ها شریف جان مخدوم بود. خانه شریف جان مخدوم در هر هفته 3 شب تعطیل، 3 شنبه، 4 شنبه و 5 شنبه عادتاً رنگ انجمن شاعران، شعرشناسان، لطیفه گویان و شیرینکاران را می گرفت. من که در قطار میرزا عبدالواحد وظیفه پیش خدمتی را ادا می کردم، در آن گونه شبها همیشه در درون مهمانخانه بوده از آن گونه صحبت‌های ادبی آزادانه استفاده می کردم. من می توانم گویم که متریال های ابتدایی لیکن مهمی ادبی خود را از آن حولی گرد آوردم. من در آن حولی با ملا نظرالله لطفی، عبدالمجید ذوفنون، یحیی خواجه، صادق خواجه گلشنی، حامد بیک حامد، عبدالله خواجه تحسین، ملا برهان مشتاقی، قاری عبدالکریم آفرین دوزخی، میرزا عظیم سامی بوستانی، ملا رحمتی سرتراش، عزیز خواجه عزیز و دیگرها که اکثر آنها شاعر و یا شعر شناس بودند شناس و حالدان شدم. من در آخرهای قسم دوم یادداشت‌های خود از این نامبر شدگان ملا نظرالله لطفی، ملا رحمتی سرتراش و ملا مشتاقی را به خوانندگان خود شناسانده بودم و در اینجا درباره باقی مانده آنها به طرز کوتاه هم باشد معلومات داده گذشتن لازم می آید. عبدالمجید ذوفنون در نجوم از شاگردان احمد بوده. در شعر و ادبیات و در فنهای رسمی مدرسه های بخارا نیز مهارت داشت. از بس که او فنها و علمهای گوناگون را می دانست، همزمانانش به او ذوفنون لقب داده بودند که صاحب فنها گفتن است. از نظریات و عملیات طب قدیم پر واقف بود. از بس که فکر و چشم او در صحبت احمد مخدوم گشاده شده بود، به زمان و اهل آن و خصوصاً به امیر و درباریان او و به علمای رسمی با نظری تنقید نگاه می کرد و اگر شنونده یابد کردارهای بدی آنها را بیرحمانه گشاده می پرتافت. اما رفتار و کردار شخصی ذوفنون دیوانوار بود.
او همیشه دستش را به درون کرته‌اش کشیده و از گریبانش برآورده با نوک انگشتانش بینیش را کافته می ایستاد و بعضاً تارهای موی لب و ریشش را با شدتی تمام کنده می پرتافت. در کوچه ها تنها می گشت و کسی نگاه نمی کرد و گپ نمی زد، گویا که درباره چیزی یا مسئله مشکلی فکر می کرده باشد. به ابروانش چین آورده و به سر سینه‌اش چشم دوخته قدم می پرتافت. در روزهایی که باریش نباشد البته او به لب حوض دیوان بیگی که یگانه سیرانگاهی بخارای امیری بود می رفت و در آنجا بر لب بامی یکی از سرتراش خانه ها که از صحن خانقاه دیوان بیگی یک گز بلندی داشت بینیش را کافته می نشست و اگر یگان کسی به خودش مقبول از پیشش گذرد او را جیغ زده آورده به پهلوی خود می شناند و با او قدری صحبت می کرد. هرگاه که صحبت دلگیرش کرد به آن آدم می گفت: خوب، اکنون بروید، پناهتان به خدا. اما خواه آشنا باشد و خواه بیگانه، هیچ کس جسارت نمی کرد که از غیر دعوتی او پیش او رفته به پهلویش نشیند. رنگ روی سیاه چتابی پر ریش، ابروانی براقی پرچین و چشمانی برق نگاهی خشمالودی او با وضعیت دیوانگیش به دل بیننده یک نوع دهشت و بیم می انداخت. ذوفنون به خانه شریف جان مخدوم کم می آمد و تنها روزانه می آمد. اگر کسی نباشد با صاحب خانه قدری صحبت کرده می نشست و اگر آدمی بیرونه باشد و صحبت موافقی طبع او شکایتی درباریان یا علما رفته ایستاده باشد هم قدری اشتراک می کرد. اگر آدمی بیرونه موافقی طبعش نباشد بعضن از دهلیز گشته می رفت و اگر به خانه در آید هم از 1 دقیقه زیاد نمی نشست و به هیچ کس خیر و خوش نگفته برآمده می رفت. شریف جان مخدوم می گفت: دیوانگی ذوفنون ساخته است وگرنه خود او دانشمندی بزرگی همه فهم است، اما او برای از طرف امیر بازخواست نشودن خود را به دیوانگی زده می گردد. ذکری قاری عبدالمجید ذوفنون در صحیفه 305 نمونه ادبیات تاجیک که از طرف نویسنده این سطرها ترتیب یافته است قید شده است. یحیی خواجه با شکل و خصوصیت‌های دیگر رویده عبدالمجید ذوفنون بود. او هم خود را به دیوانگی زده می گشت، اما دیوانگی او فعالانه و با غیرتانه بود. او آدم‌هایی به خودش نامقبول را با الفاظ قبیح دشنام می داد. ملاهای کلانی رسمی و درباریان کلان هرگاه او را در راهی و کوچه‌ای بینند و پس کوچه‌ای در آمده رفته خود را از وی پنهان می کردند تا که حقارت‌های او را نشنوند. یحیی خواجه آدمی بلند قامت، کمگوشت، سفید روی و میانه ریش بوده. در وقتهایی که من در خانه شریف جان مخدوم بودم سفیدی ریشش از سیاهیش زیادتر شده بود و با این نشانه عمر او نزدیک به 60 می نمود. یحیی خواجه از جماعه خواجگان میرکانی بخارا بود که پدر و باباهایش در منصب‌های کلان علمی و خواجگی منصوب شده گذشته. نظر به عادت عنعنوی امیرانی بخارا اولاد این گونه خواجگان را حرمت کردن لازم بود. بنابراین از دیوانگی های او چشم می پوشیدند و او را جوابگر نمی کردند. او باشد
از این حرمت اولادی خود استفاده کرده علما، امیر و درباریان او را سخت تنقید و مسخره می کرد. در همان روزها از کارهای یحیی خواجه چند حکایه شنیده و چند واقعه را خود دیده بودم که آنها خردتیری او را تماما روشن نشان می دهند. من در اینجا بعضی آنها را یاد کرده می گذرم. در همان وقتها قاری سمیع نام یک ملای کلان بوده است که سله کلان بسته و تسبیح 100 دانه را از آستینش برآورده پیچیر پیچیر کنان تسبیح گردانده راه می گشته است و با این حرکتش به مردم نشان دادن می خواسته است که گویا او همیشه با ذکر خدا مشغول بوده ترک دنیا کرده می باشد. اما در حقیقت او فریبگرترین فریبگران و مال مردم خورترین حرام خوران بوده است. این گونه رفتار و کردار قاری سمیع از نظر یحیی خواجه پوشیده نمانده است و او خواسته است که او را درستک تنبیه دهد. یحیی خواجه به همین نیت حجت‌های ساخته شرعی تیار کرده قاری سمیع را به قاضی خانه کشیده است. حوری نشستی او از آنی من می باشد. در نتیجه چندین روزه مرافعه دعوای یحیی خواجه در پیش قاضی کلان اثبات یافته او حکم کرده است که قاری سمیع 15,000 تنگه 2250 سوم که بدل حولی است به یحیی خواجه بدهد. یحیی خواجه طلب کرده است که قاری سمیع 15,000 تنگه را نقد آورده در حضور قاضی به من سپارد. در آن صورت من به صلحنامه راضی می شوم، وگرنه به قول او اعتماد کرده نمی توانم و از فریب او خود را ایمن نمی پندارم. قاری سمیع مبلغ مذکور را نقد کرده به قاضی خانه آورده در حضور قاضی به یحیی خواجه سپرده است. وقتی که قاضی به تمام شدن دعوا و تسلیم پول دعواگر و جوابگر را اقرار کننده می‌خواسته است خطی ابرا صلحنامه را مهر کند، یحیی خواجه قاضی را از مهر کردن باز داشته گفته است: من این مبلغ را موقتاً به طرز امانت به جوابگر برگشته می دهم. شما هم حجتهای مرا به من بازگشته دهید. اگر او قول دهد که بعد از این در کوچه ها تسبیح گردانده مردم را فریب دادن نمی گردد، از دعوای من ایمن باشد و کدام روزی که او باز حرکت‌های فریبگرانه کند، من دعوای خود را تکرار و بدلی صلح را طلب خواهم کرد. قاری سمیع موافق طلب یحیی خواجه قول داده از دست او مجاناً بی بدلی صلح خلاص شده است. بعد از این واقعه قاری سمیع تا زنده بود به کوچه نمی برآمد و اگر برآید هم به قیافت آدمانی عادی شده می برآمد و با وجود این از زبان مردم خلاصی نمی یافت. مردم ذکر خدا و تسبیح را به 15,000 تنگه فروخت گویان او را مسخره می کردند. باری یحیی خواجه به پیش قاضی کلان قاضی بدرالدین در آمده است. قاضی او را منافقانه حرمت نموده و تعظیم کنان پیشواز گرفته به امید خوش آمدن به او از او در حق خود دعای خیر طلب کرده است تا که با این تملق‌های ریاکارانه از زبان او ایمن ماند. یحیی خواجه در جواب مانند دعا کنندگان دستان خود را به هوا برداشته گفته است: الهی خدایا خداوندا قاضی بدرالدین را بجای خود خدا کنی.
قاضی از این دعا در حیرت افتاده ای قباحت شد گفته است. هیچ جای قباحت هم نیست و عجابت هم گفته است یحیی خواجه در جواب. تو این روزها در بخارا از امیر هم کلانتر می باشی. اختیاری مرده و زندهی همه مردمی مملکتی بخارا در دستی توست. تو خواهی کسی را می سوزی و خواهی کسی را می سازی و هیچ کس به تو چون و چرا گفته نمی تواند. اکنون غیر از مرتبه خدایی مرتبه‌ای نماند که تو آرزوی رسیدن به آن داشته باشی. مرافعه‌چیان و ملازمان اطراف یحیی خواجه و قاضی کلان را احاطه نموده از سخنان یحیی خواجه به ذوق کردن در آمدند. قاضی کلان به امیدی تمام کردن این تماشا خوب گفته شما شود. گویان خواسته است که گریبان خود را از دست این خصمی بی امان رها کند، اما حریفی شوخ چشمی تیز زبان به قاضی کلان امان نداده سخن خود را دوام کنانده است. خدا شدن برای تو فایده ناک است، زیرا به احوال دهقانان خانه ویران شده، یتیمانی بی پدر مانده ماری میراثیشان از طرف تو ضبط گردیده، بروزی سیاه زنانی بیوه و بچگانی بی پرستار که شوهر و پدرانشان در زندانی تو خوابیدند، تو جوابگر می باشی. احتمال از غضب خدا ترسیده در عیشت خلالی رسد. اگر خدا شوی از همه طرف خاطر جمع شده کارداری کردن میگیری و به هیچ بیمی بازخواست خزینه بر بالای خزینه می اندوزی، چون که خدا هیچگاه خود را بازخواست نمی کند. یحیی خواجه با لباس ملایانه عادی با جامه زیه باریکی میدنقش و با سله سفیدی خرد می گشت. اما روزی به حولی شریف جان مخدوم در حالتی که به سرش فوطه کبودی را مثل آلوفته ها زنبری کرده بسته بود و در پایش کفشی پاشنه بلند داشت آمد. شریف جان مخدوم این قیافتی از عادت بیرونی او را دیده، این قیافت قیماربازانه به شما مبارک شود گفت. در حقیقت این گونه لباس پوشی من سزاوار تبریک است. گویان سخن سر کرد و امروز از خانه برآمدم که گفت او عبدالکریمی چینی فروش سله و جامه ملایانه پوشیده به دکانش رفته ایستاده است. من سبب تغییر لباسش را از او پرسیدم. او در جواب گفت امروز امام گذرمان بعد از نماز بامداد مردم را وعظ و نصیحت کرد و در قطار سخنان خود گفت هر کس در دنیا در لباس کدام طبقه‌ای که زندگی کند، فردا روز قیامت در قطار همان طبقه از گور سر می بردارد و خدا به همان طبقه جایی را که نصیب کرده باشد، خواه جنت باشد خواه دوزخ، در قطار همان طبقه به همان جا می رود. من خواستم که در لباس علما درآیم تا که در روز قیامت در قطار این عزیزان سر برداشته و با همراهی آنها به جنت روم. شما گفتار 49 را از روی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجامقولov، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.